عجب موهای وزوزی داری. بابای قیچی ما در اومد. تو پایگاه بسیجتون سلمونی نبود بدی همونجا موهاتو بزنن؟ ها؟ عجب داستانی داریم با اینا. قیچیم شکست. میگم ببین از فتنه چه خبر؟ ها؟ میگم خبری ندارم. حالا شد. ببین بعد گفتی فتنه تو راه ها؟ چی؟ زبونتو گالز بگیر. الان بعد ببین این دفعه فتنه بشه. چرا همش درباره فتنه از من میپرسی؟ نه خب آخه موهات وزه، هر وقت اسم فتنه رو میبرم موهات سیخ میشه، راحت میتونم کوتاه کنم. فتنه